به نام خداوند بخشاینده و مهربان. آیا میدانی که بهترین نوشیدنی در قرآن کریم کدام است؟ یا هم بهترین خوردنی؟ یا کدام شهرها در قرآن کریم ذکر شده است؟ قرآن دارای چند سجده می باشد؟ سلام. اگر هنوز کانال ما را سابسکرایب نکرده اید لطفاً سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید. آیا می دانید که قرآن کریم در سال 611 میلادی در ماه رمضان در شب قدر در غار حرا نازل شده است؟ آیا می دانید که قرآن کریم در 23 سال بر پیامبر صلی الله علیه وسلم به تدریج نازل شده است؟ آیا می دانید که کل قرآن کریم یک جلد 30 جز و 114 سوره می باشد؟ آیا می دانید که قرآن کریم دارای 14 سجده می باشد؟ آیا می دانید که اولین سوره نازل شده سوره مدثر، آخرین سوره نازل شده سوره نصر می باشد؟ آیا می دانید که طولانی ترین سوره سوره بقره و کوتاه ترین سوره سوره کوثر است؟ آیا می دانید که قرآن کریم از طرف الله جل جلاله توسط جبرائیل علیه السلام و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده شده است؟ آیا می دانید که بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده شیر می باشد و بهترین خوردنی عسل؟ آیا می دانید که بزرگترین عدد در سوره صافات آیه 147 آمده که 100,000 می باشد؟ آیا می دانید که کمترین حرفی که در قرآن به کار رفته حرف ضا می باشد؟ آیا می دانید که در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است؟ آیا می دانید که در آیه 6 سوره مائده مراحل وضو بیان شده است؟ آیا می دانید که حضرت سلیمان علیه السلام نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم را نوشت؟ آیا می دانید که تعداد پیامبرانی که در قرآن نام برده شده اند 25 نفر می باشند؟ آیا می دانید که مکه، مصر، روم، مدینه، مدائن، بابل از جمله مکانهایی است که در قرآن ذکر شده است؟ آیا می دانید که در قرآن کریم 5 سوره به اسم حیوانات آمده است؟ سوره بقره، سوره نحل، سوره نمل، سوره عنکبوت و سوره فیل. آیا می دانید که در قرآن کریم این میوه ها و سبزیجات ذکر شده است؟ خرما، انگور، زیتون، انار، موز، خیار، انجیر، سیر، عدس، پیاز، زنجبیل و ریحان. آیا می دانید که این 3 نوع نوشیدنی در قرآن کریم ذکر شده است؟ شیر، شراب، آب. آیا می دانید که این خوردنی ها در قرآن ذکر شده؟ عسل، غذا، گوشت، نان. آیا می دانید که قرآن به 3 قسمت تقسیم شده؟ وحدانیت الله متعال، قصه های انبیا و احکام. آیا می دانید که نام رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 بار در قرآن کریم ذکر شده در حالی که نام حضرت عیسی علیه السلام 36 بار؟ آیا می دانید که سوره نمل 2 بسم الله دارد و سوره توبه بدون بسم الله می باشد؟ آیا می دانید که اولین حافظین قرآن ازواج نبوی حضرت حفصه، عایشه، ام سلمه رضی الله عنهما هستند؟ آیا می دانید که اولین جمع کننده قرآن حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه است؟ آیا می دانید که قاری معروف قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم حضرت زید رضی الله عنه است؟ آیا می دانید که معروف ترین قاری قرن 20 حضرت شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحم الله است؟ اگر از ویدیوی من خوشتان آمد لطفاً لایک و شیر فراموشتان نشود. اگر انتقادات یا هم پیشنهادات دارید در قسمت کامنت بنویسید تا باشد بهترین ها را برای شما عزیزان بسازیم.